الو سلام خانداداش خوبی؟ قربونت برم چاکرتم بیدارید دیگه بچه های ما آمادن بچه آره علی رفته نون خریده این پدر سوختر بیدار کن نون بخره خانم بیدار کن شاطر نیم ساعت پیش بیدار کردم میگم تو مردم آزاری نه میگم تو بله خانداداش آماده ای دیگه چی کار کنم من آره بابا ما جلو دریم بابا کجا جلو دریم میگم به ترافیک میکنیم قبول نمیکنه ترافیک چی قربونت برم خانداداش یا علی خداحافظ چی میگی بهش دیدی بیدار بود اونم مثل توی دیگه برادر و جفتشون نقضشون برادرانه بله خانوم چیه این پسر بیدار کن بابا بذار بخوابه یکم برای چی بخوابه الان باید بره نون بگیره بابا تا 1:30 نصف شب بیدار بود بیچاره داشت پشت کامپیوتری پروژه میزد تا 1:30 نصف شب بیدار پشت کامپیوتر توی اون فولدر معادلات دیفرانسیلش که 80 گیگ چیزیه خب من چی میدونم شاید کلید ریاضی الان خانوم بیدارش کن ماشینم کسی ببرد ماشینو بشوره مگه کار باشه من کار خودتو سر بچه ننداز خانوم ما بچه بودیم از آقامون میخواستیم التماس کنیم آرزومون این بود یه دست به ماشین بکشیم دستتون درد نکنه الهی چه پدر بافکی الان بیدارش میکنم به آرزوهای شما برسه خانوم بیدارش کن خانوم این بچه رو تو خرابش کردی من کجا خرابش خانوم این بچه رو تو خراب کردی خانوم تو خراب کردی همه چیز و خودت خانوم این بچه رو تو خراب کردی خانوم تو خراب کردی همه چیز الان من دارم تو گوشیم میگردم ببینم تلگرام عموی گرامی چی فرستاده خود تو سر الان زن کاملیس شده بودیم تو جزایر هوایی نیسان از رو قیافش رد شده بود چی میشد مگه؟ یه جاش پول داشت رفاه داشت عقل داشت خانوم چیه کچلم کردی خانوم بیا اینو ببین باز چی داری نگاه میکنی؟ شبیه خانداداشته چقدر بامزه بود به نظرم واسه بار 17 دوباره بهش نگاه کن بچه دیگه اصلا بچه ها رو بیدار کن من دیگه بلند نمیشم الان بیدار
بچه ها رو بیدار کن دیر شد ترافیک. خانم این جوراب من کو؟ از کجا باید بدونم؟ خانم جوراب شما خونه رو تمیز میکنی نکن من میام تمیز میکنم. تو به من چه ربطی داره؟ بیا بگرد پیدا کن دیگه شما تمیز کردی. چرا همه کارتون رو میندازی گردن من آخه؟ این چیه؟ همش تقصیر این پسرته دیگه. نه من یه سوال اینو خانم گم کرده بود. شما میدونستید اگر از قوه بیناییتون استفاده کنید کسی ازتون پول نمیگیره؟ خانم این پسر ارتنگمون اینو گم کرده بود جاشو به شما گفته بود. دهیمانمون کردی من به خدا من دیگه نمیدونم دارم چیکار میکنم. چیه؟ ها چرا چشات اینجوریه؟ دیگه الان چه شکلی باید باشم؟ چه شده یه کاسه خون نمیبینید؟